سلام، من فاطیما هستم. به کانال من خوش اومدید. امروز میخوام در مورد خودت صحبت کنم. بله، در مورد خودت. تو بعضی از طوفان‌های زندگی کم کم یاد میگیری که نباید توقع داشته باشی مگر از خودت. متوجه میشی بعضی چیزا رو هر چند از نزدیک اما نباید باور کنی. متوجه میشی بعضی از آدما رو هر چند صمیمی نباید روش حساب کرد. میفهمی بعضیا رو هر چند آشنا ولی نمیشه شناخت. این تلخ نیست، این شکست نیست. ممکنه در حین آگاه شدن درد بکشی. این آگاهی دردناکه اما تلخ نیست و تو توی تمامی این مدت فقط به یکی مطمئنی. میشناسیش، باورش داری، عاشقشی. میدونی اون کیه؟ اون خودتی. به خودت بیا رفیق. هیچ کس جز خودت دلسوزتر از تو نیست. دلسوز واسه تو نیست. هر کسی فکر خودشه. اما این اسمش غرور نیست. اسمش بقاه. نباید از بقیه ناراحت شی که چرا کمکت نمیکنن. اتفاقا باید ازشون تشکر کنی که دارن بهت یاد میدن روی پاهای خودت وایسی. تشکر کن که فهمیدی نباید جز خودت روی کسی حساب کنی. گاهی این جاده رو تنهایی باید بری، ولی اینو بدون رفیق، بهترین دوستت سایه خودته. این بد نیست، ناراحت کننده هم نیست. چرا؟ چون باعث میشه بفهمی کنترل 100% زندگی دست خودته. بیا با هم صادق باشیم. همین الان فرض کن یکی بیاد کمکت کنه یا اینکه رو کمک کسی حساب کنی. واقعا 100% خودتو میذاری؟ معلومه که نه. چرا؟ چون میگی فلانی هست. ولی اگه فقط خودتو ببینی، بفهمی اگه کاری نکنی دست کسی هم قرار نیست تو رو بلندت کنه و کسی قرار نیست که برات کاری انجام بده، کسی نمیاد که نجاتت بده، اون موقع است که دست به کار میشی و به خودت میای. تنبلی نمی کنی. دیگه نمی ترسی. اعتماد به نفست هم میره بالا. چون کسی که باور کنه 100% زندگیش دست خودشه میتونه همه کار بکنه. حتی کوه جا به جا کنه رفیق.